فکر کردن به اینکه سوال اصلی جنگ یا نه اشتباه است. بسیار جالب است. اگر فرض کنیم سوال اصلی در واقع جنگ یا انقلاب بوده، آنگاه خیلی چیزها روشن می شود. وقتی سوال این گونه مطرح می شود، یعنی انتخاب بین دو مسیر کاملا متفاوت. یکی ادامه وضع موجود با خشونت و دیگری تغییر بنیادین نظام. اما چرا این سوال به این شکل مطرح نشد؟ شاید کسی که این سوال را مطرح کرد، عمدن یا سهواً گزینه انقلاب را از دسترس خارج کرد. نه اینکه انقلاب ناموفق بود یا ضعیف، بلکه به سادگی از دستور کار خارج شد. اینطور نیست که بعد از شکست یا عدم موفقیت انقلاب ناگهان جنگ خود به خود شروع شد. این یک فرایند است، یک انتخاب یا شاید یک تحمیل. اگر به تاریخ نگاه کنیم، بسیاری از تحولات بزرگ با انتخاب بین این دو گزینه آغاز شدند. زمانی که مردم از وضع موجود به سطوح می‌آیند، دو راه پیش رو دارند. یا با شورش و انقلاب ساختار را از نو بنا کنند، یا درگیر جنگی شوند که می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. وقتی گزینه انقلاب حذف می‌شود، انگار یک دریچه بسته شده است. دیگر امیدی به تغییر ریشه‌ای نیست. در این شرایط اگر نارضایتی‌ها ادامه یابد و سرکوب شود، تنها راه باقی مانده شاید تن دادن به جنگ باشد. جنگی که می‌تواند راهی برای خروج از بنبست باشد یا شاید راهی برای تحمیل اراده‌ای خاص. اینکه چه کسی حب یعنی گزینه انقلاب را از گلویمان پایین فرستاد، نکته کلیدی است. آیا این یک اتفاق بود یا یک بازی سیاسی؟ کسی که انقلاب را از میان برداشت، در واقع مسیر را به سمت جنگ هموار کرد. چون وقتی امید به تغییر مسالمت‌آمیز و ریشه‌ای از بین می رود، خشونت به گزینه‌ای محتمل‌تر تبدیل می شود. سؤال جنگ یا نه به ما می گوید که ما در حال حاضر درگیر جنگ هستیم یا داریم به سمت آن می رویم. اما سؤال جنگ یا انقلاب به ما می گوید که چطور به این نقطه رسیدیم. این سوال نشان می‌دهد که شاید ما فرصت یا توانایی انتخاب مسیر انقلاب را از دست داده ایم. اینکه گروه‌هایی در اپوزیسیون سلطنت طلب طرفدار جنگ هستند، در حالی که بخش دیگری مخالف آن، نشان دهنده سردرگمی یا شاید اختلاف عمیق در میان آنهاست. شاید آنها هم درک نکردند که سوال اصلی چیز دیگری بوده. شاید آنها هم فکر می‌کنند که جنگ تنها گزینه موجود است. اما اگر واقعاً انقلاب از دستشان گرفته شده، پس چرا الان در حال بحث بر سر جنگ هستند؟ این نشان می‌دهد که یک حلقه مفقوده وجود دارد. یک حلقه که ما را از انتخاب مسیر تغییر بنیادین به سمت درگیری مسلحانه سوق داده است. اینکه چه کسی این حب را قورت داده، یعنی چه کسی مسئول از دست رفتن فرصت انقلاب بوده، سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. آیا این مسئولیت متوجه رهبران اپوزیسیون است یا رژیم حاکم یا شاید شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی؟ اگر این سؤال اصلی جنگ یا انقلاب بود و کسی انقلاب را از ما گرفت، پس این کسی مسئول شرایط فعلی است. مسئول این که ما حالا ناچار به انتخاب بین جنگ و عدم جنگ هستیم، در حالی که شاید می توانستیم مسیر دیگری را انتخاب کنیم. این تفکر که سوال اصلی جنگ یا انقلاب بوده به ما کمک می کند تا به جای تمرکز بر روی خود جنگ به ریشه های آن بپردازیم. به اینکه چرا مسیر انقلاب مسدود شد، به اینکه چه کسانی از این انسداد سود بردند و اینکه آیا هنوز راهی برای باز کردن دوباره این مسیر وجود دارد یا خیر. تصور کنید که یک نفر در یک دوراهی قرار دارد. یک راه به سمت شهر می رود، انقلاب. راه دیگر به سمت کوهستان، جنگ. اگر کسی او را از راه شهر منحرف کند و بگوید فقط راه کوهستان باز است، آنگاه این فرد ناچار به رفتن به سمت کوهستان می شود. اینکه چرا او را منحرف کردند، سؤال مهمی است. آیا برای اینکه راه شهر خطرناک بود یا چون کسانی نمی‌خواستند او به شهر برسد؟
در مورد بحث جنگ یا نه، اگر فرض کنیم سوال اصلی جنگ یا انقلاب بوده، پس کسانی که گزینه انقلاب را حذف کردند، در واقع مسیر را به سمت جنگ هدایت کردند. این یک بازی قدرت است، جایی که گزینه‌ها محدود می‌شوند تا نتیجه دلخواه به دست آید. مخالفت یا موافقت با جنگ در این چارچوب تنها یک واکنش به وضع موجود است. اما سؤال واقعی این است که چرا ما در این وضع موجود قرار گرفتیم؟ چرا گزینه انقلابی که می توانست جامعه را دگرگون کند از دسترس خارج شد؟ اینکه کسی این حب را قورت داده یعنی اینکه یک عامل یا گروهی با اقدامی مشخص گزینه انقلاب را از روی میز برداشته است. این اقدام می تواند سکوت، تضعیف یا حتی سرکوب جنبش‌های انقلابی باشد. نتیجه این اقدام باقی ماندن مردم در یک وضعیت نامطلوب و مجبور شدن به انتخاب بین گزینه‌های محدودتر است. اگر اینطور باشد، پس بحث جنگ یا نه تنها یک بحث در مورد ابزار است، نه هدف. هدف اصلی باید تغییر باشد. اگر انقلاب آن ابزار بود که از ما گرفته شد، پس باید دید آیا جنگ می تواند به آن هدف برسد یا فقط وضعیت را بدتر می کند. این که سلطنت طلبان و بخشی از اپوزیسیون راست طرفدار جنگ هستند، می تواند نشانه ای از این باشد که آنها خود را بازنده حذف گزینه انقلاب می دانند و حالا به دنبال راهی برای بازپسگیری قدرت از طریق ابزار دیگری هستند. در حالی که مخالفان جنگ شاید به دنبال راهی برای اجتناب از خشونت بیشتر باشند یا شاید هنوز امید به راهی دیگر دارند. در نهایت، اگر سؤال اصلی جنگ یا انقلاب بوده و انقلاب از دستمان گرفته شده، پس ما در حال حاضر درگیر یک جنگ هستیم که نتیجه آن انتخاب کسی است که انقلاب را حذف کرده. این کسی در واقع بازی را هدایت می کند و ما را به سمت نتیجه دلخواه خود می برد. این یک تحلیل بسیار تاریک اما شاید واقع بینانه از وضعیت باشد.